دوستان عزیز، مخلصان و هواداران صنعتی مهربانی آمیخته، یادداشت می‌شود که مسابقات امروز با قسمت فینالی ترک سامانه تاچ هفت مستقیما پخش می‌گردد. از همه شما خواهش می‌کنم برای یار و دوستان و نزدیکان فیسبوک درآمد تا قسمت‌های فینالی را مستقیما تماشا کنید. اکنون می‌رویم و نبرد دومی ورزشکاران سن سالشان 18 بالا از قرار کبوت دعوت می‌شود. میرزابک آمارا. دوستان عزیز، با گذشته 3 راوندی فکر میکنم ناقدر شوق‌آور در اینجا قرار داوران غالبیت را نصیب ورزشگر از کنار سرخ شایمرد
ورزشکاری که کلوب ورزشی بایان افرا معرفی میکند. این ورزشکار سامینی ساکیا برای خود میدارد دوستان عزیز. ورزشکار از کنار سر ورزشکاری که کارنامه‌اش یک ورزش را نشان میدهد. این ورزشکار معرفی میکند کلوب ورزشی سپر شهر واندا است. این ورزشکار رحمان علی کمالا. دوستان عزیز این نبرد را داوری درجه پایین المللی علیشر کریموف انجام می‌دهد. Opposite Rami Yakub.
Namusha. Namo, questa control che 10 secondi di caso d'angio. Zadana ancora.
برای برآمدن به قسمت فینالی از قرار سرخ دوام بشود. Stop какой-то кадр сделал, потом اکنون برویم با معرفی رسمی پوزموی نهایی وزن 122 کیلو. دوستان عزیز، سرآور برویم با معرفی از کنار کبوت ورزشکاری که در کارنامه او 7 برد 1 باخت است. معرفی میکند کلوب کیک باکسی و تایکواندو مرو. این ورزشکار بر مقابل او از کنار سرخ ورزشکاری که معرفی میکند کلوب ورزشی دارا 1 کارنامه او 4-0 است. 4 برد دارد، به باخت میرود. عصمالدین وهابا. دوستان عزیز، مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا. این رقابت را داور درجه بین‌المللی علیشر کریمов حکمی میکند. Tez, krasavchi. Tezki, vaqtam 8 sekund momashi. 8 sekund bacham toqatga tamom. 8 sekund toqat bacham. Stop! Das hat die. Bro. Hamisi. Rura bıcık şino nanam ke cık şino. O. Sara da tayfuk mon cık şino. Dasta uyku yakı. Za. Paraş bizga. Yusuf. Çap katim rura cık. Korta. Arvasni 122 kilo بود که در جهان بیاد با قرار یک کلانه دوران و کنار سرخ عصمالدین وهابا نصیب دادم. مبارک شد. دوستان عزیز، اکنون دسته‌های مختلف در 15 وزن مبارزه می‌کنند. موسیقی Я тарaf весем дыхтару.
چهره‌های فدراسیون خوب برده داماد مخاطر باید رنشتاب یک هفته Внизу. Третье место. Есть. Нет, вы смотрите снизу. Это не вы. بانها برای مردم تاجیک لایق رجب و خرسنده آمده است.
Tebrik ederim.